7 مرکز انرژی درون که به صورت آبشاری برعکس اما روان در قالب انرژی بدن می جوشند. 7 کالبدی که بر اساس این عناصر شکل گرفته و هرگز به اسرار نهان آن پرداخته نشده. در این پست قصد داریم تا به قدرت‌های ماورایی و متافیزیکی هر چاکرا که توسط بسیاری از اساتید گفته شده و در خیلی از کتب هم از آنها یاد شده بپردازیم. پس تا انتهای این پست با ما همراه میشید. چاکرای اول یا مولادهارا، ملقب به چاکرای ریشه که دارای 4 گلبرگ به رنگ قرمز روشن می باشد و بیانگر اصل امنیت وجودیت انسان است. محل این چاکرا در پایه ستون فقرات در منطقه‌ای که دنبالچه گفته می شود قرار دارد. گفته می شود که فعالسازی شدید این چاکرا و تسلط بر این چاکرا قادر است دانش کندالینی شیوا را بیدار کرده و به جریان بیاندازد و همچنین تسلط عمیق بر این چاکرا تسلط بر روی عنصر خاک را به همراه دارد و دانش مربوط به گذشته، حال و آینده را به شخص می‌دهد. چاکرای دوم یا سوادهیستانا، ملقب به چاکرای جنسی، 3 بند انگشت زیر ناف قرار دارد و دارای 6 گلبرگ به رنگ نارنجی روشن است و بر مرکز تمام خلاقیت‌های هنری انسان تسلط دارد. گفته شده که فعالسازی عمیق این چاکرا که با مدیتیشن هلال ماه کامل در ارتباط است، موجب بیداری انرژی درونی این چاکرا و در نتیجه تسلط بر عنصر آب که در گذشته آن را هایدروکینزی یا هیدروکینزی به معنای کنترل عنصر آب می‌نامند می‌شود. همچنین قدرت‌های پیشگویی و دانش درک غریزی و دانش نجومی در قعر این چاکرا نهفته است. چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی، با نام مانیپورا چاکرا، معروف به شهر جواهر، این چاکرا 2 تا 3 بند انگشت بالای ناف قرار دارد و تسلط بر سولر پلکسوس که گیرنده عصبی ماورایی انسان تلقی می شود نام دارد. از این رو دانش اشراق و شهودات سطح دوم در این چاکرا نهادینه شده. از طرف این چاکرا قطب ثروت انسان تلقی می شود و دارای 10 گلبرگ به رنگ پرانای زرد روشن است و بر عنصر آتش حکم می راند. گفته می شود تسلط عمیق بر این چاکرا کنترل بر عنصر آتش را به همراه دارد و شهودات سطح دوم را به ارمغان می آورد. از طرفی ترس به طور کامل از بین خواهد رفت و شخص از هر گونه بیماری مبرا خواهد شد. اگر شما هم تا به اینجا از قدرت‌های ماورایی چاکراها شگفت زده شدید و همچنین مایل هستید تا قسمت دوم این پست ساخته شود و به قدرت‌های نهان 4 چاکرای دیگر هم بپردازیم، کلمه چاکرا را زیر این پست کامنت کنید. سپاسگزارم که تا انتهای این پست با ما همراه بودید. شاد و پیروز باشید.